یا آقایی بود سنی ازش گذشته در قم، شون میگفت من بچه که بودم یادم نمیره که گاهی موقعها پدرم موقع نزدیکای اذان صبح که میخواست مادرم رو بیدار بکنه برای نماز و مثلا برای چند دقیقه قبل از اذان صبح اینجوری صدا میزد. گاهی موقع من بچه که بودم میپریدم میشنیدم و پدرم اینجوری صدا میزد که خانم پاشو انقدر تو قبر بخوابیم که کسی دیگه صدامون نمیزنه، پاشو. گفت این جمله پدرم برای صدا زدن مادرم هنوز تو گوشمه. هم پدرم از دنیا رفته هم مادرم، سالها گذشته از بچگی من، اما هر موقع من موقع شب میخوام بلند شم اون جمله یادم میاد. اون جمله مثل فنر من رو از جا بلند میکنه که انقدر بخوابیم تو قبر که کسی دیگه نیست که صدامون بزنه، الان بلند شو. این تذکرها و تلنگرها تو مسیر بندگی خیلی به دردمون میخوره.